روی امریکای جو دنیای رنای نشاندان. روی یک زنگینی، دولتمندی، جیانا لوکس، بینای بلنده. روی دنجی فقیرتی، برچیبون، بیمالتی و ماینا دکوچاندهیه. روی پریشانی و رزیلتی جی تو کس نافازم ببینن. بسر هزاران کس آنها دکوچین امریکای ده مجادله جیانه ددن دا کل سر لنگو پیام سکنن. دیگل و او روش خما تو کسی نینه. امریکای کدشونا عدالت ده ظلمه بلاف دکه ده همان وقت ده لولات خوشی ظلمه پارو دکه. لورا روشا کسین کدو کچه و کولانان ده وقت به پریشانی دجن و روشه ده برچاوی دنیای. امریکای به ظلم و زورداری آبوریا خو مزن کریه. دیگل ویه که 28,000 کس لوی ولاتی بیمالن و دو کچه آنده دمینن. هجمارا کسین کل امریکای دو کچه آنده دجن بقانسی نفوسا باجار بایبورتا ترکیه. او انسانان پریشانتی و رزیلتیا روی امریکاییه و روی به عدالتی و به مرحمتی امریکای نشان دنیای ددن. لکوچین امریکا که هری زده جو کورونای تفیدار بویه نیزی 850,000 انسان و زوستاناتی و دو کچه آنده بجن. تنه لپایتت واشنطن که ظلمه لدنیای پارده که 7,000 انسان بیمالن. او کسان ده بهار و هاوینه ده لبر کنگره و کوشکا امریکای دو کولان ده دیجن. جالیه دنوال امریکای او روشا پریشانتی تو خما کسی ننه. دبر وان کسین بیمال را در باز دبن تو لوری وانجی نانرن. دیگل همو وانتشتان کسین بیمال اندو کجیان ده دیجن ناکوین روژه و دنیای لورا امریکا و یکی ناخوازه.